سلام دوستان، امروز میخواییم در این ویدیو یک جا و خیلی ساده تمام 14 نوع تیوب لابراتوار را تشریح کنیم تا بدانیم هر کدام چه ماده ای دارند و برای کدام تستا مورد استفاده قرار میگیرند. اولی تیوبی را که میخوایم براتون معرفی کنم تیوب میباشد با درپوش نارنجی. این تیوب دارای دونوموبین میباشد که بیشتر برای تست های فوری استفاده میشود چون خون را خیلی سریع لخته میکند. تیوب دوم تیوب آبی شاهی است. این تیوب برای تست فلزات سنگین مثل زنک استفاده می شود. داخلش EDTA خالص وجود دارد و هیچ آلودگی فلزی ندارد. تیوب قهوه‌ای یا براون مخصوص اندازه‌گیری سطح سرب است. داخل این هاپارین وجود دارد. تیوب سیاه دارای سدیم سترات می باشد و برای تست ایثار یا سرعت نشست گلبول های سرخ استفاده می شود. تیوب خاکستری دارای سدیم فلوراید و پتاسیم می باشد و مخصوص تست های قند خون، لاکتات و الکل می باشد. تیوب سفید دارای مواد ضد انعقادی می باشد و مخصوص تست های مولکولی مثل PCR و اندازه‌گیری بار ویروسی استفاده می شود. تیوب صورتی مخصوص بانک خون می باشد و دارای مواد ضد انعقادی است و بیشتر برای تعیین گروه خون و کراسمک استفاده می شود. تیوب بنفش دارای مواد ضد انعقادی می باشد و بیشتر برای تست‌های مثل CBC استفاده می شود. و بیشترین استفاده در لابراتوارها همین تیوب بنفش دارد. تیوب سبز روشن دارای لیتیوم و جل می باشد. برای تست های فوری شیمی مثل تروپونین و الکترولایت ها استفاده می شود. تیوب سبز دارای لیتیوم و سدیم می باشد و برای تست های الکترولایت ها شیمی خون با پلازما و آمونیا استفاده می شود. تیوب طلایی این تیوب دارای فعال کننده لخته و جل جدا کننده سیروم می باشد و برای تست های کبدی، کلیوی و تایروئید و الکترولایت ها استفاده می شود. تیوب سرخ دارای هیچ موادی نمی باشد و برای تست های شیمی خون، سرولوژی، سطح داروها و هورمونا استفاده می شود. تیوب آبی روشن دارای سدیم سترایت 3.2% می باشد. این تیوب مخصوص تست های انعقادی می باشد مثل PT، EPTT، INR و دی دایمر است. تیوب زرد دارای مواد SPS یا ECD است و بیشتر برای تست های کشت خون، تست های DNA و تست پدری استفاده می شود. امیدوارم این تشریح کوتاه و کاربردی برای شما کمک کننده بوده باشد. برای دیدن ویدیوهای بیشتر از تست های لابراتوار حتما سابسکرایب کنید.